چطور؟ خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیوی ماینکرافتی خفن دیگه. من دیگه واسه اومدیم با ماینکرافت سروایول خیلی خفن. بابا دیریم و لایک کن دیگه، دیریم و ساب کن. هر کی دیریم و ساب نکنه زر میزن محمد گوری نبرش. خب بچهای برابکسوری، امروز هدفمونم دایمونده و این فکر کنم 1500 پارت داشته باشه، چون من توی یک قسمت اصلا دایموند نمیتونم پیدا کنم و هیچ وقت توی ماینکرافت اصلا دایموند پیدا نکردم. خوردم. خب برش کن. بیاید اول از چوب درخت شروع کنیم و بعد کرافتینگ تیبل و وسایل های چوبی و بعد وسایل های سنگی، بعد آیرون و بعد دایموند، نه بعد طلا یعنی گلد و بعد دایموند. آره همون. خب حالا باید بریم سراغ کنده. حالا میگید که با آقا چطوری خودتو دیدیم کردی و من توی ویدیو هم گفتم حتما پیجم فالو کنید برید ببینید. خب همچنان که مشاهده میکنید بنده قراره که به سختی خونه بسازم، ولی قرار نبود توی این مپ بازی کنم به خدا. خب ما اول از این مپ خوشتیپ میایم بیرون، خداحافظی میکنیم، میایم توی این مپ. اوکی؟ اوش ایشالله که رو هوا نباشم یا تو آتیش نباشم. خب من توی این مپ اصلا دایموند و وسایل خیلی خوبی دارم. دایموند و ندارم و بابا تلگرام من نبینید. وای. خب بعد آره دیگه ایشالله که تو لاوا یا تو هوا نباشیم. چون که مشاهده میکنید همین صحبتی من با شما کردم. هنگ میگله اینجا ماینکرافت ها. ببخشید دیگه. یه بچه من میزنه که گو رفتیم متاسفانه. خب دیریم به گو ببینم بیت دیریم. ای خب همچنان که مشاهده میکنید چند تا پیگلینه که ما باید از دست پیگلین راحت شیم و هیچ وسایلی هم تو چستمون نداریم. همچنان که مشاهده میکنید وسیله خوبی نداریم. اوه پیسمن. خب این از این. ما چند تا وسایل های آیرون داشتیم که خب متاسفانه فکر کنم پیگلینا برداشت. خب همچنان که مشاهده فرتینید این میاد اینجا 17 تاش. خب 17 بعد میایم اینجا اینم از این. خب بریم بالا پشت بوم ببینیم بالا پشت بام چه خبره. خب همچنان که مشاهده میکنید اصلا بالا نمیتونیم بریم و اگه اسکلتون بودن تیکمون میدادن، از اینجا ما چخ میدادن. خب برای اینکه پیگلینا متاسفانه ما رو از این دنیا بردن و اینکه خب برای همین اومدم چین مپ، چون قراره با دیر ما جواب قراره با این پیگلین نمیدونم چی خدا اگه پیگلینن که پیگلینن. بله قراره ما آهنامون و فلانامون رو جمع کنیم و بریم معدن تا بتونیم منابع خوبی پیدا کنیم و دوباره بیایم بالا و بجنگیم. بله همینی که گفتم. همچنین که مشاهده بکنیم 4 تا آیرون پنخیده شده و با این 4 تا بنده یه شمشیر و یه دونه بیل درست میکنم به همین راحتی. بعد اینم از این که میایم این یه دونه پککس درست میکنیم. بعد میایم دوباره منتظر میگه 3 تا دیگه آماده بشه، یعنی 1 2 خب اینا 2 تا و اینم از 3 تا. خوب این از وسایل اولیه یعنی وسایل سومیمون. خب همچنان که مشاهده میکنید بنده باید برم تو قاب بعد بیام بالا، ولی اگه شب شد دیگه ما میایم جا میگیم بخوابیم. خب ایشالا که پیگلین ما نبینن که من حالا اینجام یو اول
فضل موسی رضا. برو پایین برو پایین. سری باش. ان که دنبال نکرده باشم مهدی. دنبال کرده باشم بدبخت میشه. اوناش هم طلایی دارن. طلایی داشته باشن. خب همچنان که مشاهده میکنید اینجا قبلا توج گذاری کرده بودم. بله و منابع بیشتری رو اینجا جمع کرده بودم و الان امکان برم با پیگلین مگینم بجنگم. بله همچنان که شنیدید بله پیگلین پیگلینه کسافه برو ندر تو. چه نمیری ندر تو؟ برو ندر تو. چرا؟ نکن این بچه پیگلینه به خدا خیلی اعصاب خورد میکنه. خب پس الان باید بریم دنبال اون زمان که ایشالله چیز نشده باشه ریسپان نشده باشه از بین نرفته. خب همچنین که مشاهده کردید خب از بین نرفته. خب کجاست؟ من اینجا دیدم و انگار ریسپان شده. خب پس اونا ما دست رفت و باید بریم با پیگلینا بجنگیم و انتقام من از اونا بگیرم. راست شور تو آتیش. خوبه بچه ها به رختی عجیبی دقت کرده اگه برد تو. خب من اگه الان یه دونه از او یا ابوالفضل اشکالا کم ندارم با درم. برو تو خونه بدو فقط نکن یه پیگلینا بنده به من حمله کرد نمیدونم چرا اون وقت. خب بنده باید سری باشیم. خب 8 آیرون به ما دستاندمه. یه دونه کلاه بزنیم حداقل برای خودمون بسازیم. یا ابوالفضل انگار دارن در میشکنن. بابا ولکن بابا حاجی انگار دارن درو. آی بچه های من بالام. حاجی درو نشکنین فقط درو نشکنیش. ای خدا بابا سر دست هم خورد شد. در میدم مگه بلدن اصلا این پیگلینا گیاو خوردم. به این صورت بزنیم همه پیگلینا رو میکشید و میره هر وقت پیگلین گوست زامبی دراب کردی هر وقت پیگلین دیدید حتما با این روش بزنید گور مادرشون در بیارید. بزنید تو پوف تلام به من دادن دمشون گر. خب بچه یه دو وایسید بنده یه کاری دارم برم خوشبختانیم براوکس هیچ اتفاق نیفتاد ولی خب من هنوز کارم انجام ندادم. خب کارم انجام میدم. آب بنوشید آب مفیده. خب حالا باید بریم دنبال منابع بیشتر و باید بریم یکم زغال و مغال که قطعا باید پیدا کنیم و آیرون هم که خب من یه جایی دیدم و بریم سراغ اون آیرونا. یه آیرونای اون جایی که من دیدم خب چند تا زغال اینجاست. اونجا یک منبع دیگه است.
خب ولش کن دیگه، تورچ نمیخوام. اول باید بریم دنبال کمی آیرون. خب جیپی بتا بیتی بوده. بچه هر کی اسکوید گیم فصل 3 شد دیده حتی کامنت بذاره دیدم. خب فکرم فقط 3 تا آیرون بود نه. خب خب اونجا آیرون هست که خب میتونم برم بگیرمش. خب اینجا آیرون زیاده، خیلی هم زیاده. و اینکه خب حالا میگید بچه تورچ بزن، نمیتونم من نمیتونم ببینه بابا. باشه حالا تورچ بزنم، بفرما. همه جوابمو به هدر دادید، همه زغلم بالحدر. خب نه اونجا روشنایی نداشت. خب داره. اوکی برو بریم. همچنان پیگلرم به خوشی کشتیم. اینکه الان ما چند تا داریم؟ نکن الان ما 11 تا با 3 چند میشه که اگه بتونیم درست کنیم خیلی خوب میره. خب باید بریم دنبال آیلونای بیشتر. خب برو بریم. هر جایی که مجابه دیگه من قبلا اینجا بودم و این رو فران کردم و obsidian پیدا کردم و نتونستم برم نده. بعدش که رفتم نده obsidian رو از دست رفتم. بعدش نتونستم برگردم، برام به زودی برگشتم، یعنی به سختی برگشتم. اگه نفهمیدید کامنت بگید نفهمیدم. گو خورید. خب برش کن. خب سکیما بوای برو بریم بالا. خب بچه ها همچنان که مشاهده میکنید در جب میشه و ما خیلی خوش یعنی خوب برگشتم، عالی هم برگشتم. خب بیایم ببینیم که چه منابعی داریم. این منابع رو داریم. منبع و که خود رو میتونیم رو استفاده کنیم. خب من میرم بگیرم بخوابم، فردا صبح ایشالله آماده نیستم، مطمئن باشید. کوکومینتا. خب دیدی گفتم آماده نیستن، فقط یکیشو پخته. ماینکرافت در سالم دیگه زود بیدار میشیم و میتونیم ببینیم که خب چه کارهایی میتونه انجام بشه. و اینکه ماینکرافت کلا در 24 ساعت اخیر مثل بازی قبلی نمیشه این فلان کار کرد، مثلا مثل بازی‌های قدیمی نمیشه. چی نمیشه. خب نمیدونم چی نمیشه، اما وقتی دیریم باید دایمان پیدا کنه، دیرمو صاف کنه مگه نه خیلی. هر کی صابم نکنه گیه. بس سلام من به تمام فکر نکنم به گد بیاد که من میتونم زراعی بیشتری رو بسازم. اگه همچنان که میتونم یه کفش درست کردم و یک کفش درست کردم و پوشیدم اینا. دیریم خندون. بچه ها به شهادت دیریم لایک و سابو بکنید دیگه. من اومدم جاش، من دیریم شدم. غذام نداریم، فقط 2 تا گوشت زامبی داریم همین که من یه دونشو خوردم. به دیگه دومیشم میخورم. بله اینم از 3 تا 7. یه دونه شلور، یه دونه انشالله که دارم 3 تام کامل میشه. ولی خب با 2 تایی نمیدونم لباس روش کنم. پس بریم تو گو بریم توی مدن جدید. از سلام نامه تمام. اونجا من کلشو گشتم. خب ایشالله که بعض از سلامتی های عزیزانی که خب به این ویدیو رو لایک و ساب میکنن 10,000 درام مثل مستر 20 درام اعلام میکنم. ایشالله توی آب آیرون باشه که نیست. خب این حالا تو کجا فهمیدی فلانی؟ من دیگه چشمام مثل چشمای شما نیست. یعنی باید اون رو مشاهده میکنه بعد اینا بکنم با
سری میخوای چیکار کنیم؟ برگشتن چیت میزنم میام بالا همین. بلکه باز دنبال آیرون میگردیم. مخشصات و مزخرفات. خب چون که میبینید من اصلا تورچ نگذاشتم تو خیلی کار خوبی هم کردم. اما چرا اصلا اینجا باید خاک باشه توی این ارتفاع؟ حالا تا میرسیم به خاک آخر بیلوند. بله بچه‌های گل گلاب مجبور شدم ادامهش پارت 2 برم. لایک و ساب کن تا پارت 2 شدی فردا بیاد. میگه فردا نمیاد، شاید امروز بیاد. ولی اینکه ما تونستیم یه آیرون به دست بیاریم. مسک بوسک توی ویدیو بعدی کلی آیرون پیدا میکنم و میام پیشتون و فول آیرون میشم. لایک و ساب هم یادتون نره. خیلی ناراحتم چون فقط 17 نفر زابم دارم، فقط 17 نفر دیری مزاب دارم. نمیشه که لایک و ساب کن. خداحافظ.